خب امروز میخوام دو تا تکنیک منحصر به فرد لیفت ابرو توسط تزریق بوتاکس رو براتون توضیح بدم. اگه دقت بکنید ببینید که من پیشونی این مولاژ رو به دو قسمت تقسیم کردم، سمت در حقیقت چپ و سمت راست. در سمت چپ ما در حقیقت میخوایم دو مدل لیفت ابرویی که توسط تزریق بوتاکس انجام میشه رو براتون توضیح بدیم. اولین مدلی که در حقیقت برای تزریق بوتاکس و لیفت ابرو هستش این که ابرو به شکل آرک در بیاد، یعنی این ابرو بیاد به شکل یک انحنای این شکلی بگیره و بره بالا. برای این نوع تزریق و برای این نوع لیفت ابرو نقاطی رو که ما باید تزریق بوتاکس داشته باشیم رو میخوام اینجا الان بهتون نشون بدم. نقاطی که ما در تزریق آرک برو در حقیقت انجام میدیم این مناطق هستش. قسمت در قسمت عضله بین دو تا ابرو، این سه نقطه در قسمت عضله پایین کشنده ابرو که اون رو در حقیقت فلج میکنه و باعث میشه که دو ابرو بالا بره و نقاط رو دقت بکنید اینجا، اینجا و اینجا. این نوع تزریق بوتاکس باعث میشه که ابروی شما به شکل آرک بشه، یعنی در حقیقت این شکلی بیاد اونجا بره بالا و بیاد پایین. شکل دیگه تزریق که در طرف دیگه این مولاژ میخوام بهتون نشون بدم مربوط هستش به فاکس آی یا به اصطلاح خیلی عامیانه میگن چشم گربه‌ای. و این تفاوته که این آرک اینجا خیلی به وجود نمیاد، به این سمت چشم کشیده میشه، به سمت شقیقه ها کشیده میشه. نقاطی که اینجا مشخص بکنیم این نقاط هستش. تزریقی که ما داریم اینجا هستش، اینجا هستش، قسمت لترال عضله گرد دور چشم و این منطقه اینجا و یک تزریق هم اینجا. اتفاقی که باعث در حقیقت این شکل میشه اینه که چشم به سمت لترال، به سمت شقیقه ها لیفت پیدا میکنه به این شکل. اگر اینجا دقت کرده باشیم در این سمت ابرو مقداری به سمت بالا و مقداری هم به سمت باز شقیقه ها. این تفاوت در تزریق بوتاکس دو تا محصول و دو تا نتیجه متفاوت میده. این قسمت از این مولاژ که دقت میکنیم چشم گربه‌ای یا فاکس آرک و این آرک برو، یعنی در حقیقت ابرو به شکل آرک در. امیدوارم که براتون مفید باشه.